اگه سردوز داری و سردوز نخ پاره میکنه حتما این پست رو تا انتها ببین. خب پاره شدن نخ توی سردوزها دلایل زیادی میتونه داشته باشه، ولی خب 3-4 مورد از مواردی که توی همه چرخ‌ها مشترکه و خیلی اتفاق میفته رو براتون توضیح میدم. اولین اتفاقی که توی این سردوزها میفته موقع تعویض سوزن هستش. موقعی که سوزن چرخ رو باز میکنیم، مخصوصا چرخ‌هایی که سوزنایی که روشون نصب میشه سوزنای ته‌گرده. خب مدل‌های DC هست، مدل‌های DB هست، یه مقدار بلندتره ولی انتهای کار گرد هستش. اینا موقعی که میخوایم که سوزن رو روی چرخ نصب بکنیم حتما باید این قسمت گودی یا قاشقی سوزن به سمت پشت کار یا پشت همون قسمت قلاب ها باشه. علت این که خب این اتفاق میفته اینه که موقعی که ما سوزن رو روی چرخ میخوایم ببندیم، موقعی که سوزن رو با دست میگیریم موقع بستن روی سوزن بند، این به سمت خب اون سوراخ سوزن به سمت خودمون هستش، ولی موقعی که داریم با پیچ گوشتی پیچ رو سفت میکنیم، همین پیچ که سفت میشه سوزن رو هم میچرخونه، یعنی از اون حالت میزونی که رو به رو هستش یه مقدار سوزن زاویه میگیره. این اولین دلیلی میتونه باشه که شما توی خب نخ سوزن باعث پاره شدن نختون میشه. پس موقع بستن یا عوض کردن سوزن حتما دقت میکنیم که سوزن موقعی که انتهاش پخ نداره گرد هستش، محکم اینو با دنباریک یا با سوزن حالا یه انبار چیزی نگه می‌داریم که سوزن نچرخه و تا انتها سوزن رو میدیم بالا و محکم این رو سفت میکنیم که باز میگم سوزن جابجا نشه. این اولین دلیل شایعی هستش که توی همه چرخ‌های این شکلی اتفاق میفته. این ایرادی که هستش خیلی متداوله، نخ اشتباهه. ببینید برای این مدل آنتن هایی که روی این سردوزها تعبیه شده باید حتما نخامون به این صورت باشه، یعنی نخ نباید از نظر حجم حالا اون سایزی بزرگتر از این حالت باشه. بعضی از خانوما و مشتریان میان به اشتباه از این نخا روی این آنتن ها استفاده میکنن، یعنی اگر ما خواسته باشیم از این مدل نخ روی این مدل خب آنتن استفاده بکنیم 5 سانت 10 سانت بدوزیم پاره میشه، یا تا زمانی که این نخ به این صورت آزاد وایستاده اتفاقی نمیفته. به محض اینکه نخمون در اثر حرکت و تکون جابجا بشه این مقدار خروجیش تغییر میکنه و نخ صفر میشه. یکی دیگه از دلایلی که خیلی اتفاق میفته توی استفاده از سردوز این هستش. علت بعدی مسیر نخکشی رو موقعی که ما داریم نخ میکنیم احتمال داره که شما توی مسیرتون در اثر استفاده شدن زیاد از این چرخ یا اینکه حالا مثلا گیر کردن نخ به قسمت‌های مختلف پلیسه ایجاد شده باشه، اون پلیسه نخ رو گیر میندازه. باید با دست حواسمون باشه دست بکشیم روش، جای زبری خاصی نباشه. دلیل دیگه‌ای که توی نخ کشی‌ها خب خیلی اتفاق میفته سفت بودن این تنظیم اون نخ هستش. ببینید اینها یه پولکی دارن تنظیمات نخ سردوزها که نخ وسط این پولک نرد میشه. ما هرچی این تنظیم نخ رو سفترش بکنیم فشار این روی اون پولک زیریش زیادتر میشه و به تبع زور نگه داشتن نخش بیشتر میشه. این مقدار بالانس بودنش خیلی اهمیت داره، یعنی شما اگر بیش از یه اندازه‌ای این رو سفتش بکنید باعث میشه که نخ سفت میشه و خب توی مسیر باعث پاره شدن نخ میشه. پس تنظیمات نخ موقعی که میخوایم از چرخ استفاده بکنیم خیلی اهمیت داره. دلایل دیگه هم واسه پاره شدن نخ مثل نامیزون بودن چرخ، مثل حالا دلایل درست استفاده نشدن از چرخ هستش که الان خب برای این پست کافیه. من این مطالب که خدمتتون عرض کردم رو استفاده کنید. اگر دیدید چرختون مشکلی داره این مطالب رو چک بکنید. باز توی پست‌های بعدی اطلاعات بهتری براتون میذارم.